به نام خدا. در این جلسه میخوایم ادامه درس دوم از فصل اول ریاضی 12 انسانی رو تدریس کنیم. ما در جلسه قبل در ابتدا آزمایش یا پدیده تصادفی رو معرفی کردیم. گفتیم آزمایش یا پدیده تصادفی آزمایشی که قبل از انجام آزمایش نتیجه آزمایش به طور قطع مشخص نیست، ولی مجموعه همه حالتهای ممکن اون آزمایش تصادفی برای ما مشخص، مثل پرتاب سکه، مثل پرتاب تاس، مثل تولد فرزند. اینا همه پدیده‌های چی بودن؟ تصادفی بودن. بعد اومدیم گفتیم مجموعه همه حالتهای ممکن یک آزمایش تصادفی رو بهش میگفتیم فضای نمونه‌ای، که چند نمونه مثال در مورد فضای نمونه‌ای حل کردیم. حالا ادامه این جلسه در ابتدا چند مثال دیگه در مورد فضای نمونه‌ای حل میکنیم، بعد ادامه بحثمون رو از این درس پیش میگیریم. خب در کارکلاس صفحه 14 کتاب چند نمونه از فضای نمونه‌ای برای ما خواسته که بنویسیم. اولی فضای نمونه‌ای پرتاب دو تاسه. فضای نمونه‌ای پرتاب دو تاس. صورت کامل این کارکلاس در کارکلاس صفحه 14 نوشته شده که خب همون فضای نمونه پرتاب دو تاس میخواد. خب شما وقتی تاس اول رو پرتاب کنید از 1 تا 6 میاد. تاس دوم هم پرتاب کنید 1 تا 6 میاد. خب مجموع همه حالتهای ممکن بخوای بنویسیم به این صورت میشه. میگیم 1 و 1. یعنی چی؟ یعنی تاس اول 1، تاس دوم هم 1. 1 و 2، 1 و 2، 1 3، 1 4، 1 5 تا 1 6. خب یا حالا ببینید 2 با 1، تاس اول 2، تاس دوم 1. 2 با 2، خب 2 هم با همه 6 تا عضو بالایی میاد دیگه. 2 با 3، 2 با 4، 2 با 5 با 2 با 6. به همین ترتیب اگه بخواید تا آخر بنویسید 3 با 1، 3 با 2، 3 با 3 تا 3 با 6 میاد. 3 با 1، 3 با 2 تا 3 با 6 میاد. یا 4 با 1، 4 با 2، 4 تا 6 میاد. دیگه من بقیه‌شو نمی‌نویسم. 5 با 1، 5 با 2 تا 5 با 6 میاد. و آخری هم 6 با 1، 6 با 2 تا 6 با 6 میاد. یعنی کلاً چند حالت رخ میده؟ 36 حالت برای شما رخ میده. 6 تا 6 تا میشه 36 تا. حالا شما میخواید فضای نمونه ایشو بنویسید. فضای نمونه اگه یادتون باشه گفتیم با اسم نشون میدیم دیگه. فضای نمونه ای رو اگه بخواید بنویسید، بله با اسم میتونیم نشون بدیم. اینجا مینویسم، میگیم اسم برابر با این 36 تا عضو باید بنویسید. من چند تاشو به عنوان نمونه می‌نویسم. 1 و 1، 1 و 2، 1 3، 1 4 تا 1 و 6 تا آخرین عضوش که میشه چقدر؟ 6 و 6. 36 تا عضو میشه. خب بعضی مواقع نگاه کنید شما نیاز نیست عضوهای فضای نمونه همشو بنویسید، فقط تعدادشو بفهمید کافیه. یعنی NS رو بفهمید کافیه. برای پیدا کردن NS چجوری مشخص میکنی؟ وقتی دو تاس میخوای پرتاب کنی از اصل ضرب میتونی کمک بگیری. شما اگر بخوای NS رو بدون اینکه همه عضوها رو بنویسی پیدا کنیم این کار میکنی. شما یک کار میخوای انجام بدی در 2 مرحله. میخوای 2 تاس پرتاب کنی، انجام کار شما 2 تاسه، در 2 مرحله انجام میدی. بار اول تاس اول پرتاب میکنی، بار دوم تاس دوم. اگه یادتون باشه در اصل ضرب گفتم اگر یک کار در چند مرحله انجام بدید میای تعداد حالتهای هر مرحله رو به دست میاری در هم ضرب میکنی. الان شما وقتی تاس اول پرتاب کنی 6 حالت رخ میده، ضرب در تاس دوم پرتاب کنی 6 حالت، 6 تا 6 تا میشه چقدر؟ 36 تا. پس
NS یعنی تعداد عضوهای فضای نمونه شما میشه 36 بدون اینکه بخوای عضوهاش هم بنویسی. ولی خب بعضی مواقع نیاز عضوهای پیش آمد رو فضای نمونه رو بنویسی، بعضی موقع نه، فقط تعداد عضوهاش رو میخوای که شما در هر دو صورت میتونی این کار رو برای این مثال انجام بدی. حالا بریم مثال دوم، قسمت دوم این کار کلاس. گفته 3 دوست به نامهای علی، پارسا و محمد در یک ردیف کنار هم نشستن. خب ما میخوایم ببینیم به چند صورت میتونن این 3 دوست کنار هم بشینن. گفته فضای نمونه این آزمایش تصادفی رو بنویسید. پس ما میایم همه حالتهای ممکن که این 3 نفر میتونن کنار هم بنشینن و با اسم نشون میدیم. حالت اولش اینه که علی اول باشه، پارسا دوم باشه، محمد سوم باشه. حالت دوم خب علی جاش باشه، جای پارسا و محمد عوض بشه. جای پارسا و محمد عوض بشه. حالت سوم بیایم در واقع پارسا جای خودش باشه، جای محمد و علی رو عوض کنیم. یعنی محمد بیاد اول، پارسا وسط، علی در واقع سوم. خب حالت بعدی بیایم چیکار کنیم؟ خب حالت بعدی میایم مثلا اینجا جای علی و پارسا رو عوض میکنیم. یعنی پارسا رو مینویسیم اول، همه حالتهای ممکن باید بنویسیم. علی دوم، محمد سوم. این 4 تا. حالت پنجم بیا چه کار کن؟ اینجا جای مثلا اینجا رو در نظر بگیر، جای پارسا و محمد رو عوض کن. یعنی پارسا بیاد اول، محمد ببر دوم، علی سوم. و حالت ششم مثلا اینجا جای محمد و علی عوض کن، پارسا رو اول خودش نگه بدار، جای محمد و علی رو عوض کن، محمد رو بیار دوم، علی رو بیار سوم. خب پس به این 6 حالت میتونن این 3 دوست کنار هم بشینن. خب حالا اگر یادتون باشه ما گفتیم وقتی 3 نفر یا 3 شی کنار هم قرار میگیرن و هر کدوم از حالتهایی که این اشیا یا این اشخاص کنار هم قرار میگیرن میگفتیم جایگشت. یعنی الان مثلا اینجا علی، پارسا، محمد میشه یه جایگشت. علی، پارسا، ببخشید اینجا جای محمد و پارسا باید عوض میکردم، مثلا نبوده، اینجا باید یه لحظه اینجا جای این دوتا رو باید عوض میکردیم. در واقع بله، علی اول، محمد دوم، پارسا سوم. محمد، پارسا، بعد محمد، پارسا، علی، پارسا، علی، محمد. بله 6 حالت میشه. خب به هر یک از این حالت ها میگفتیم یک جایگشت. خب در قسمت سوم این شد فضای نمونه. حالا در قسمت دوم سوال گفته شما تعداد اس رو بدون نوشتن اعضای فضای نمونه پیدا کن. NS. خب این NS مربوط به چیه؟ مربوط به تعداد جایگشت های این 3 نفرن. بهتون گفتیم دیگه تعداد جایگشت های 3 نفر میخوای به دست بیاری میشه 3 فاکتوریال. خیلی ساده. یعنی شما میخوای ببرین که 3 نفر به چند صورت میتونن کنار هم بشینن میشه 3 فاکتوریال. که 3 فاکتوریال هم همون 3 ضرب در 2 ضرب در 1 بود که میشه عدد چند؟ 6. یعنی NS شما اینجا میشه 6. هم اومدی عضوهای فضای نمونه‌ای تو نوشتی هم تعدادش رو به دست آوردی. شما بدون نوشتن عضوهای فضای نمونه‌ای هم میتونی تعدادش رو طبق قوانین شمارشی که در درس اول خوندیم به دست بیاریم. مثال قبلی از اصل ضرب استفاده کردیم
اینجا از جایگشت استفاده کردیم. البته می‌دونیم که جایگشت هم حالت خاصی از اصل چیه؟ ضرب دیگه. خب بریم سراغ مثال سوم این کارکلاس صفحه 14. گفته در کیسه 3 موره قرمز، 4 موره آبی و 4 موره سبز وجود داره. شما میخوای به طور تصادفی 3 موره رو همزمان خارج کنی. از شما خواسته فقط تعداد اعضای این فضای نمونه‌ای رو بنویسید. نخواسته همه عضوهاش رو بنویسید. یعنی از شما N و S رو خواسته. خب نگاه کنید کلاً در کیسه چند تا موره داری؟ 3 با 4 7، 7 با 4 11. 11 تا موره داری. میخوای چند تا موره‌شو برداری انتخاب کنی؟ 3 تا موره. بحث انتخاب اگه یادتون باشه گفتیم اگر در انتخاب‌ها ترتیب اهمیت داشته باشه از فرمول ترکیب میری، ولی اگر ترتیب اهمیت نداشته باشه از فرمول ترکیب میری. الان خیلی راحت شما میخوای 11 تا مورد داری، میخوای 3 تاشو انتخاب کن. برای شما مهم نیست که اولیش قرمز باشه یا دومیش قرمز باشه یا سومیش قرمز. ترتیب مورها، انتخاب مورها برای ما مهم نیست. پس میشه ترکیب هم اینجوری کار میکردیم. میگفتیم کلا 11 تا مورد داری، میخوای 3 تا ازش انتخاب کنی. حالا اینم طبق فرمول ترکیب به این صورت مینویسیم. 11 فاکتوریل رو بالا مینویسیم، میایید بعد 11 منهای 3 میکنید پایین مینویسید، یعنی 7 فاکتوریل و 3 فاکتوریل هم خودش پایین مینویسید. اینا رو تو درسیه کامل بررسی کردیم. حالا می اومدیم این 11 فاکتوریل رو میشکوندیم تا به عدد بزرگی مخرج برسیم، یعنی به 7 برسیم. یعنی می نویسیم 11 ضرب در 10 ضرب در 9 ضرب در 8 و ضرب در 7 فاکتوریل. رسیدی به 7 فاکتوریل دیگه تموم کن. خود 7 فاکتوریل رو بنویس. الان این 7 فاکتوریل با 7 فاکتوریل ساده میشه. یه 3 فاکتوریل هم مخرج مون، اون 3 فاکتوریل رو بشکنید. از 2 تا فاکتوریلی که در مخرج داره یکیش با بالایی ساده میشه، یکیش هم که میمونه بشکونه. یعنی 3 فاکتوریل بنویس 3 ضرب در 2 ضرب در 1. حالا ساده کن. این 2 به 2 میشه 1، 10 به 2 میشه 5، 3 به 3 میشه 1، 9 هم به 3 میشه 3. حالا اینو حسابش کنید، اینا در هم ضرب کنید تا جوابش به دست بیاد. 11 تا 5 تا میشه 55 تا، 55 ضرب در 8 تا هم میشه 24 تا. دیگه حالا خودتون با ماشین حساب ضرب کنید تا تعداد حالت‌هایی که تعداد عضوهای این فضای نمونه‌ای به دست بیاد. این 3 تا مثالی که حل کردیم در ادامه این درس خیلی لازمش داریم. خب حالا بریم سراغ مفهوم بعدی این درس. مفهوم بعدی ما در مورد چیه؟ پیش آمده. حالا بریم سراغ مفهوم پیش آمد. اینا رو کتاب میگم. اول قبل از اینکه با پیش آمد آشنا بشید تعریف زیر مجموعه رو یادآوری کنیم. گفتیم مجموعه آ زیر مجموعه B، هرگاه هر عضو مجموعه آ عضوی از مجموعه B باشه و با این نمادم نشون میدم. نگاه کنید این مجموعه خیلی راحت 1 2 3 زیر مجموعه 1 تا 6 است. چرا؟ چون هر عضو مجموعه سمت چپ در مجموعه سمت راست قرار داره. میگیم این زیر مجموعه 2 تا نکته داشتیم. هر مجموعه زیر مجموعه خودشه، یعنی آ زیر مجموعه آ. مجموعه تویی هم زیر مجموعه همه مجموعه است. تویی هم زیر مجموعه همه مجموعه است. خب حالا میخوایم یه مثالی حل کنیم. تمام زیر مجموعه آ بی سی رو بنویسید. اول که تویی مینویسیم، بعد تک عضو هر عضو رو بین 2 تا آکولات قرار میدیم مینویسیم، یعنی زیر مجموعه تک عضوی رو مینویسیم آ بی سی. بعد 2 عضوی رو مینویسیم یعنی آ و بی، آ و سی، بی و سی. بعدم همش رو مینویسیم. یعنی به این صورت میتونید شما تمام زیر مجموعه یک مجموعه رو بنویسید. خب الان ما میخوایم بریم سراغ پیش آمد. هر زیر مجموعه یک فضای نمونه بهش میگن پیش آمد. هر زیر مجموعه یک فضای نمونه بهش میگن پیش آمد. نگاه کنید اینجا تعریفش رو نوشته. به هر یک از زیر مجموعه های فضای نمونه میشه یک پیش آمد.
خب الان مثلا نگاه کنید، گفته در پرتاب یک تاس پیشامدهای زیر را بنویسید. در پرتاب یک تاس پیشامدهای زیر رو مشخص کنید. خب شما وقتی که میخوای یک تاس رو پرتاب کنید، فضای نمونه شما چی میشه؟ فضای نمونه تون میشه 1 تا 6. خب الان گفته عدد، قسمت الف گفته عددهای کوچکتر از 7 رو بنویس. می‌نویسیم آ میشه 1 2 3 4 5 6. قسمت این میشه یه پیشامد از یک تاس، چون زیر مجموعه تاس دیگه. تاس 1 تا 6 بود. اینجا گفته عددهای بزرگتر از 7 بنویس. خب در تاس که عدد بزرگتر از 7 نداریم، یعنی میشه تویی در واقع. خب نگاه کنید، پس اینجا پیشامد اس شما برای این مثال 1 تا 6. 1 2 3 تا 6 4 5 و 6. اگه دقت کنید قسمت الف پیشامد شما با فضای نمونه یکسان، پیشامدهایی که با فضای نمونه یکسانه یعنی دقیقاً باهاش برابر باشه بهش میگن پیشامد حتمی. به این آیه که با اس برابره بهش میگیم پیشامد چی؟ حتمی، یعنی حتما رخ میده. ولی قسمت دومی که هیچ عضوی نداره یعنی تحت شرایطی رخ نمیده دیگه، بهش میگیم پیشامد غیر ممکن یا نشده. پس دو تا پیشامد مهم داره، یکی توییه، چون تویی زیر مجموعه اس هست دیگه، تویی میشه پیشامد غیر ممکن و خود اس میشه پیشامد چی؟ حتمی. پس این دو تا پیشامد هم داشته باشید که معمولا به صورت جا خالی مطرح میشه. پس تویی یک پیشامد غیر ممکنه، خود اس یعنی خود فضای نمونه‌ای هم یک پیشامد چیه؟ حتمیه. پیشامد حتمی یعنی حتما رخ میده، پیشامد غیر ممکن یا نشده یعنی هیچ وقت رخ نمیده. بریم سراغ این کار کلاس. گفته سکه ای را یک بار پرتاب میکنید. خب وقتی سکه رو یک بار پرتاب کنید دو حالت بیشتر براش رخ نمیده دیگه، یا روی یا پشت. گفته تمام پیشامدهای ممکن این فضای نمونه رو بنویسید. وقتی به شما میگه تمام پیشامدها رو بنویس، منظورش اینه که تمام زیر مجموعه های اس رو بنویس. خب مینویسیمش. اولین زیر مجموعه شما که توییه، بعد یا تک عضوی هست، یعنی رو تنها پشت تنها. رو تنها پشت تنها. بعدم دو عضویه، یعنی پیشامد بعدی هم چیه؟ دو عضوی، یعنی رو با پشت. 4 تا پیشامد میتونی براش بنویسی. خب برای قسمت 2، مثال قسمت 2 نگاه کنید. گفته مریم، ملیکا و سوگند پولهایشان را روی هم گذاشتند و یک رمان خریدند. سپس اسامی خود را روی 3 کارت متمایز نوشته و داخل کیسه انداختند. آنها با هم قرار گذاشتند که یک کارت را به طور تصادفی از کیسه چکار کنند؟ خارج کنند و نام هر کسی که روی کارت بود ابتدا اون کتاب رو به منزل ببره و مطالعه کنه. شما میخواید فضای نمونه این پدیده تصادفی رو بنویسید. خب معلومه دیگه، شما اس فضای نمونه شما کارت ها هستن دیگه، 3 تا کارت داری، 3 تا کارت هم یا مریم یا ملیکاس یا چیه؟ سوگنده. خب این از این. بعد گفته قسمت دوم این سوال گفته تمام زیر مجموعه های یک عضویشو بنویسید. تمام زیر مجموعه های یک عضویش، فقط یک عضوی رو خواسته. دقت کنیم، یعنی مریم تنها داخل دو تا آکولات قرار بده، ملیکا تنها داخل یا آکولات قرار بده و سوگند تنها. فقط گفته یک عضوی، نگفته همه شونو بنویس. قسمت بعدی گفته اگر قرار باشد 2 نفر از آنها بعد از مطالعه کتاب با هم خلاصه را در کلاس ارائه کنند، پیشامدهای ممکن رو بنویسید.
یعنی وقتی میخواد اینجا 2 نفر شما میخوای انتخاب کنید دیگه، پیش آمدهای 2 عضوی رو میخواید. یعنی شما از این مجموعه 3 عضوی زیر مجموعه های 2 عضویشو بنویس. خب پیش آمدها گفتیم زیر مجموعه است دیگه، الان گفته 2 نفر میخوام انتخاب کنم. خب میگیم یا اینجوری میشه مریم و ملیکا میشه، یا حالتش مریم و ملیکا میشه. پیش آمدهای یا زیر مجموعه 2 عضوی بنویسی، یا مریم و سوگند میشه، مریم با سوگند میشه، یا چی؟ ملیکا با سوگند میشه. به این صورت 3 قسمت داشته این سال. اول گفته بود فضای نمونه‌ای بنویس، بعد گفته بود تمام زیر مجموعه 1 عضوی رو بنویسید، بعد این پایین گفته بود اگه بخوایم 2 نفر انتخاب کنیم پیش آمدهای ممکن بنویسید. وقتی به شما میگه پیش آمدهای ممکن، منظورش همون دیگه، منظورش که زیر مجموعه های اس بنویس که 2 نفرن، یعنی 2 نفرش انتخاب کن داخل 2 تا آکولات قرار بده. این 3 تا میشه پیش آمدهای ممکنی که ما میتونیم انتخاب کنیم که 2 نفر انتخاب بشن، کتاب رو با هم بخونن، با هم در واقع خلاصه کنن و در کلاس ارائه بدن. قسمت سوم گفته تاسی را پرتاب میکنیم. اگر پس از نشستن تاس روی زمین عدد 2 نمایان شود، به نظر شما در این آزمایش تصادفی کدام یک از پیش آمدهای زیر رخ داده؟ نکنید وقتی که میگه عدد 2 نمایان بشه، در پیش آمد هر کدوم از پیش آمدها که عدد 2 باشه قابل قبوله. هر کدوم از پیش آمدها که عدد 2 باشه قابل قبوله. خب میخوایم ببینیم کدومی که از پیش آمدها رخ داده، اونایی که عدد 2 داخلشونه. نکنید قسمت اولیه شما عدد 2 داره، پس این الف رخ داده، ب هم رخ داده، سی هم رخ داده. پس هر 3 تا پیش آمد رخ میده. الان نکتهشو اینجا گفته، دقت کنید، گفته برای اینکه یک پیش آمد رخ دهد کافی است یکی از برآمدها در آزمایش تصادفی به وقوع بپیوندد. یعنی وقتی میگه یکی از برآمدها، یعنی کافیه یکی از عضوهای پیش آمد شما باشه. مثلا اینجا عدد 2، کافیه یکی از عضوهای پیش آمد ما عدد 2 باشه. خب بریم سوال بعدی. گفته 2 تاس را با هم پرتاب میکنیم، پیش آمدهای زیر را مشخص کنیم. قسمت الف و گفتم بهتون یادتون هست، گفتیم وقتی 2 تاس پرتاب میکنیم 36 حالت رخ میده. قسمت الف گفته از اون 36 حالت اونایی بنویس که 2 تاسش با هم برابرن، اعداد رو شده 2 تاس با هم برابر باشه. اینجا می نویسم رو به روش. یعنی چی؟ یعنی 1 و 1 با هم باید مثل هم باشن دیگه. تاس اول 1، تاس دوم 1، 2 و 2، 3 و 3، 4 و 4، 5 و 5 و 6 و 6. به این صورت این میشه قسمت الف. قسمت ب که خودش حل کرده گفته مجموع اعداد برآمده از 2 تاس برابر با 7 باشه، یعنی جمع اون 2 عدد بشه 7. یعنی جمع تاس عدد تاس اول با عدد تاس دوم بشه 7. 1 با 6 میشه 7، 2 با 5 میشه 7. اونایی بنویس که جمعشون بشه 7. 3 و 4، 4 و 3، 5 و 2، 6 و 1. خب قسمت پ گفته مجموع اعداد برآمده از 2 تاس 13 باشه، یعنی جمعشون بزنیم بشه 13. نکنید آخرین عضو این فضای نمونه 6 و 6 که از همه بزرگتر. خب 6 با 6 که جمع بزنید میشه 12. یعنی در پرتاب 2 تاس مجموع عدد تاس اول و تاس دوم حد اکثر میشه 12.
دیگه بقیه از 12 کمتره، از 12 بیشتر نمیشه. پس قسمت پ ما هیچ پیش آمد ما توییه، یعنی هیچ حالت پیش آمد غیر ممکنه، هیچ برآمدی نیست که مجموع دو عدد بشه 13 برای 2 تاست. پس این میشه تویی. برای قسمت ت گفته حاصل ضرب اعداد برآمده از 2 تاست کمتر از 37 باشه. خب اینجا هم نگاه کنید، شما مثلا 1 و 1 ضرب کنید، یکی میشه 1، یه 2 تا میشه 2، یه 3 تا میشه 3. خب حد اکثرش باز 6 دیگه، 6 میشه 36 تا. خب همه عضوهای فضای نمونه‌ای دو عدد اولی و عدد دومی که ضرب کنیم حتما از 37 کمتره، چون 6 تا 36 تا 5 تا 30 تا. هر دو عضوی از فضای نمونه‌ای که انتخاب کنید در هم ضرب کنیم از 37 کمتره. یعنی اینجا برای قسمت ت همه عضوهای فضای نمونه ما رخ میده، میتونه رخ بده، میشه اس. نکنید به این قسمت ت که پیشامد ما با اس برابر بود بهش میگیم پیشامد حتمی. به قسمت پ که هیچ عضوی نداشت بهش میگیم پیشامد غیر ممکن یا نشده. خب بریم سراغ مثال بعدی از این کار کلاس. اینا مثالای مهمیه. گفته در یک برنامه کوهنوردی 5 دانش آموز سال دهم، 6 دانش آموز 11 و 4 دانش آموز 12 شرکت دارند. قرار است یک گروه پیشتاز 3 نفره برای صعود انتخاب کنید. تعداد عضوهای پیشامدهای زیر را مشخص کنید. یعنی پیشامد اون چیزی که ما میخوایم رخ بده. کلا قسمت الف گفته 3 نفری که شما میخواید انتخاب کنید از 3 پایه مختلف باشه. خب خیلی راحت مشخصه دیگه. ما فرضاً این پیشامد اولی رو با آ نشون بدیم. NA برابر NA یعنی تعداد عضوهای آ. مگه نه تو میخوای 3 تا انتخاب کنی؟ گفته از هر پایه هم یکی انتخاب کن. یعنی یکی از دهما انتخاب کن، یکی از 11 انتخاب کن، یکی هم از 12 و میگیم یکی از یکی از دهما چند نفر بودن؟ 5 تا. میگیم یکی از 5 تا ضرب بدن یکی از 11 یعنی یکی از 6 تا ضرب در یکی از 12 یعنی یکی از 4 تا. اینا رو در هم ضرب کن. همونجور که در فرمولای ترکیب بهتون گفتم وقتی پایینی ها عدد 1 باشن جواب ترکیب شما همون عدد بالایی میشه. یعنی یکی از 5 میشه 5، یکی از 6 میشه 6، یکی از 4 هم میشه 4. بعد این 3 تا عدد رو در هم ضرب کن میشه 120. این برای قسمت ب الف. اما برای قسمت ب دقت کنید گفته حداقل، این خیلی مهمه، 2 دانش آموز از سال 11 باشه. کلا شما میخوای 3 نفر انتخاب کنید. گفته حداقل 2 نفرش از 11 باشه. وقتی که میگه حداقل از اون عدد برو به سمت بالا. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم یا 2 نفر از 11 انتخاب میکنیم یا 3 تاش از 11 انتخاب میکنیم. وقتی به شما میگه حداقل 2 نفر از 11 انتخاب بشه میگیم یا 2 از 3 نفری که میخوای انتخاب کنی 2 تاش 11 باشه یا هر 3 تاش 11 باشه. خب اگر حالت اول رخ بده یعنی 2 تا از 11 انتخاب کرده باشید، خب یه نفر دیگه باید انتخاب کنید دیگه. اون یه نفر از 10 و 11 و 12. خب پس 2 تا از 11 یه نفر از چی؟ 10 و 12 دیگه جامع نمیشه، من د میذارم 12. پس 2 حالت میشه. 2 تا از مثلا اسمشو بذاریم B NB برابر است با گفته 2 تا از 11 یعنی 2 تا 11 چند نفرن؟ 6 تا. پس میشه 2 تا از 6 تا و رو دقت کنید ضرب یه نفرم از 10 و 12. خب 10 و 12 رو هم چند نفرن؟ 5 و 4 میشه 9، میشه یکی از 9 تا.
یا الان رسیدی به یا. گفتم در اصول شمارش یا در ترکیب هر وقت کلمه یا استفاده کردی یعنی جمع بذار. یا حالت دومش اینه که 3 تاش از 11 انتخاب بشن. وقتی از 3 تاش از 11 انتخاب بشن دیگه از پای 10 و 12 هیچ نفری انتخاب نمیشه. پس شما فقط 3 تا از 11 انتخاب کن. 11 چند نفر بودن؟ 6 تا. 3 تا از 6 تا انتخاب. حالا اینا رو بنویس. خب این 2 از 6 باز یه فرمول بهتون گفتم. وقتی پایین ترکیب عدد 2 باشه اون عدد بالایی رو می‌نویسیم 6 ضرب در یه دونه کمترش می‌کنیم 5 تقسیم بر 2 می‌کنیم. این از اول 2 از 6 ضرب. بهتون گفتم 1 از 9 وقتی پایین 1 باشه جواب همون بالایی میشه 9 میشه. به اضافه 3 از 6 هم به این صورت کار میکنه دیگه. این باید از فرمول استفاده کنیم. 3 از 6 میشه 6 فاکتوریل بر روی 6 منهای 3 یعنی 3 فاکتوریل در اون عدد پایینی فاکتوریل پایینی خودش 3 فاکتوریل. اینو بخوایم ساده کنیم این میشه 2 به 2 میشه 1 6 به 2 میشه 3 3 5 تا 15 تا 15 رو ضرب در 9 کنیم اینجا ضربش کنیم اجازه بدید 15 ضرب در 9 میشه 135. پس جواب اولی میشه 135 به اضافه حالا اون دومی باید بشکنیمش دیگه. باید این 6 فاکتوریل رو بشکنیم. اینجا پایین بنویسم. بذار اینو دیگه من حسابش میکنم خودتون بلدید حسابش کنید دیگه. 6 فاکتوریل بشکنید تا 3 فاکتوریل برسید. بذار اینجا حلش میکنم. اینجا حلش میکنم براتون. این بگیم 6 فاکتوریل رو میشکنیم 6 5 4 3 فاکتوریل تا به عدد بزرگی مخرج برسید. الان چون دوتاش یکیه و اون 3 فاکتوریل رسیدیم کافی. پس یکی از 3 فاکتوریل رو بنویس در مخرج که با 3 فاکتوریل بالایی ساده بشه. 3 فاکتوریل دومی هم بشکونش یعنی بنویسش 3 ضرب در 2 ضرب در 1 3 دوتا 6 تا 6 با 6 میره 4 5 تا هم میشه 20 تا. پس جواب کسر دوم شما میشه 20. 20 به اضافه 135 هم میشه 155. پس اینم از بحث این جلسه بود که پیشامدها رو بررسی کردیم. حالا در جلسه دیگه اعمال روی پیشامدها و بحث احتمال رو میگیم. خسته نباشید. خدا نگهدار.